بخور همه عصرها و همه نسلها و همه طرزها. پس اول خود را باید بسازیم تا امر کننده به معروف و نهی کننده از منکر باشیم. و در این کشورهایی که با ما فرهنگ متفاوت دارد، وظایف مخصوصاً وظایف پدر و مادرها نسبت به هر کس دیگر سنگین‌تر می شود. ما اگر در یک کشور اسلامی فرزندانمان صبح از خواب بیدار می شوند، با صدای اذان بیدار می شوند، با صدای تکبیر بیدار می شوند. در اینجا ما وظیفه داریم که کوچکترین کاری که می توانیم بکنیم، کوچکترین کار و کمترین کاری که می توانیم بکنیم، وقتی از خواب بیدار شدیم، وقتی خواستیم از بستر بلند شویم، با گفتن بسم الله الرحمن الرحیم بلند شویم. وقتی فرزندان ما، مخصوصا فرزندان خردسال که صفحه ذهن خاطرشان صاف است، این کلمه را میشنوند، در ذهنشان حک میشود. ممکنه اول چیزی نگوید، ولی بعد از مدت زمانی ممکنه از پدر یا از مادر بپرسد که مادر بسم الله الرحمن الرحیم یعنی چی؟ این زمینه می شود که در ذهن فرزندان خود سؤال ایجاد کنید. مادر همچنین. و چیز دیگری که بسیار مهمه در اسلام ما داریم، یک حرفی از سید جمال الدین، از زبان سید جمال الدین افغانی نقل میکنه، میگه من رفتم در غرب، اسلام دیدم، مسلمان کم بود، مسلمان ندیدم ولی اسلام دیدم. در کشورهای اسلامی مسلمان زیاده ولی از اسلام خبر نیست. یکی از چیزهایی که در اسلام خیلی تأکید شده این است که ما وقتی با برادر و خواهر دینی و مسلمان خود یا با هر کس دیگر روبرو میشویم، با تبسم با او برخورد کنیم، با لبخند با او برخورد کنیم. حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام میفرماید الناس صنفان. کتاب به مالک اشتر، در نامه‌ای که به مالک اشتر نوشته است، میفرماید الناس صنفان، اما اخ لك فی الدین و اما نظیر لك فی الخیر. مردم دو دستند، یا برادر دینیت است یا هم نوع انسانی و بشریت است. مواظب برخوردت باش. وقتی این گونه است، در اسلام این همه تأکید شده، ما متاسفانه میبینیم که وقتی ما با همدیگر روبرو میشیم، چنان ناراحت از پروی همدیگر رد میشیم که به قول بعضیا مثل در این تو محیط که ما با فرهنگ متفاوت روبرو هستیم، وظیفه سنگین‌تر. هر پدر و مادر مسلمان باید تلاش کنه در شبانه روز چندین بار نام خدا را در زبان بیاره، چندین بار نام پیامبر را بر زبان بیاره، چندین بار نام حسین را بر زبان بیاره. گرچه نام حضرت سید الشهدا علیه السلام خود به خود در ماه محرم همیشه یکی از برکات حضرت سید الشهدا علیه السلام همینه دیگه که ما را گرد هم جمع میکنه. و هیچ چیزی آنگونه که امام حسین مردم گرد هم جمع میکنه توانایی این کار را نداره. شما پول مصرف کنید، دلار بعد که مردم اگر پای نام امام حسین به میان نباشه حاضر نمیشه. این امام حسین است که مردم جمع میکنه و ما باید بهره برداری کنیم. باید از این فرصت را غنیمت بشماریم و استفاده کنیم، دستورات دینی را به فرزندان خود، به اولاد خود بیاموزیم. یکی از ویژگی ها و یا یکی از سیره پیشوایان ما دستگیری از فقرا و بیچارگان بود. مایی که مدعی هستیم پیرو علی، پیرو امام حسین، پیرو امام حسین و خواهران ما پیرو حضرت زهرا هستیم، آیا عمل میکنیم به سیره آن بزرگواران؟
مخصوصا در این شرایط در افغانستان عزیز ما خیلی ها هستن که حتی بنان شب و روز خود محتاج، بنان شب و روز خود. ما بارها خدمت برادران در هر جایی که خدمتشان بودم عرض کردم که اگر هر نفر روز $1 $1 کنار بگذاره، روز $1 هیچ معلوم نمیشه برای هیچ کس. روز $1 به یک دخلک یا به قول برادران ایرانی به یک قلک بندازن، ماه $30 میشه. اگر یک خانواده 5 نفر باشه ماه $150 میشه. $150 در یک ماه خرج 3 خانواده رو در افغانستان تعیین میکنن، خانواده هایی که محتاج کمک شما هستن. ما متاسفانه خیلی ها رو میبینیم که وقتی در کشورهای خارجی میاییم همه چیز یاد ما میرن، از بس مصروفیت زیاده، فقط در فکر ازی هستیم که چگونه قسط خانه پیدا کنیم، چگونه قسط تلفن پیدا کنیم، چگونه بیمه را تهیه کنیم. فقرا و مستمندا و غریبا یاد ما میره. اما متاسفانه یک چیز بود خیلی لازم شده که تلاش میکنم که موتر ما از موتر باشه که باید لوکستر باشه، حتما باید لوکستر باشه. اگر او من نمیفهمم خدا از این موتر لوکستر خلاصه نموشه. اگر او یک موتر داشت ما باید از این موتر لوکستر داشته باشه. و دوستی در آمریکا داشتیم، آمد گفت راجعه ما یک موتر خریده، دوستان موتر خوب چند خریدی؟ گفت $120,000. من گفتم ما 4,000 خریدیم، هر جایی که موتر اسکی میره از من میره. اما کار رو که ماشین تو انجام میده، موتر تو انجام میده، از ما انجام میده. اگر ما یک کمی به فکر فقرا و مستمندان باشیم، به فکر تربیت اولاد خود باشیم، تلاش کنیم که زمینه ایجاد یک مکتبی که دستورات مکتب اسلامی مطابق با فرهنگ و عنعنات خود ما و شما ایجاد شود و در دولت استرالیا هم ثبت شود و رسمی باشد که مورد قبول دولت هم باشه که وقتی از این مکتب فارغ شد به دانشگاه هم بتونه راه پیدا کنه. ما در امریکا داریم نمونه های عزیزه که مکتب کاملا مطابق دستورات اسلام متناسب با نصاب تعلیمی کشور میزبان که وقتی دانشجویان الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین. علی اکبر دوباره جانب میدان دوانه، باز هم مادر صدا میزنه، نور دیده مادر، یک بار دیگه بازم بیا پیش مادر. گردن علی را بغل کنه، صدایشان بناله و محمدا و علی یا بلند میشه. علی اکبر زبان حالی داره، میخوانم از همه التماس دعا دارم، نوای سینه زنی نیست، فقط زبان حال علی اکبره. آرام جانم میرود سوی سفر لیلا، ای در بدر لیلا، ای دوست دست ما کن نگدارم و سوی دامن دوست ما گداریم تو شهنشاه. سلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام. جان زهرا حسین نظر کن نظر
جان زهرا حسین جان نظره کن نظره چون توی مدن ایران سلام علیک السلام علیک السلام علیک پناهی تو نجاتی توی مصباح هدا تو پناهی تو نجاتی توی مصباح هدا شافی عالم فردا سلام علیک حسن جان مددی توی مولا توی آقا سلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک اصلی کرم حرمتی کلی آرام خدای بر کرم بفتان هم از با سلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک آن کی در کن بتپی او گفتی هیهات آن کی در کن بتپی او گفتی هیهات توی ایام ستاره سلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام گم شده عاقبت از دوری تو خواهی مرد گم شده عاقبت از دوری تو خواهی مرد رحمی بر کس تنها سلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام بسوی دامن توش دست ما شد نگدایم بسوی دامن توش ما گدایم تو شهنشاه سلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام تو پناهی تو نجاتی توی مصباح هدا تو پناهی تو نجاتی توی مصباح هدا شافی عالم فردا سلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک السلام علیک بنالم همچون ایفسر ز داغ نوجوانانم بنالم همچون ایفسر ز داغ نوجوانانم بنالم همچون ایفسر ز داغ دور بیدینان بدشتی نینوانم رخون قلبی افتاده است ستمان شد پیغمبر ز داغ نوجوانانم بنالم همچون ایفسر زیر نرم پرخون شدن غنداغه اسپر ز داغ نوجوانانم بنالم همچون ایفسر ز داغ نوجوانانم بنالم همچون ایفسر ز داغ نوجوانانم بنالم همچون ایفسر سکانی حال دارد ز درد تشنگی در دل
داد پاسخ به او دشمن و تیغ و نیزه و خنجر جدا از علم دارم همان میره علم دارم ز داغ نوجوانانم که دارم من شده دستی همان میره علم دارم همان میره علم دارم ز من داغ اکبر دیدم من داغ اکبر دیدم زخم برادر دیدم زخم برادر دیدم تنهای بی سر دیدم خادمان توی نور و چشم و دل مصطفی السلام السلام ای شهید ماشاءالله ماشاءالله چلا کربلا برسید همه السلام جمع من